هر یک شنبه ساعت 12 پخش میشه. فردا میتونیم ببینیم تلویزیون. با عرض سلام و درود فراوان بر میهنان گرامی و بینندگان بسیار عزیز و ارجمند تلویزیون یک. امروز اولین یکشنبه فصل پاییز سال 2002 میلادی است. امروز یکی از دوستان بسیار بسیار خوب ما، دوستی که سالهاست در کنار ما هست و هر وقت بعد از سفر میره سوغاتی با خودش میاره، از سفر ایران بازگشته و در تلویزیون یک در استودیو الان حضور داره. همین کسی که الان دوربین رو یه مقدار به سمت چپ برگردون که یک صندلی دیگه پیدا شد، آقای کامران هادی هستن. خواهش میکنم که آقای هادی بفرمایید. خسته نباشید. مرسی. سلام علیکم. الان دیگه ولی تقصیر جفتمونه ها. ساعت 5 بعد از ظهر است و هادی با دلخوری میگوید امروز با حضور شما نتوانستم همه تعمیراتم را انجام دهم. او ناچار است به سرعت خود را به شغل بعدی برساند، ولی چون گروه فیلم برداری همراه اوست با تواضع میپذیرد ابتدا برای صرف غذا برویم. هادی 7 روز هفته را مشغول کار است. فقط روزهای یک شنبه از ساعت 4 بعد از ظهر به بعد در منزل میماند تا فرزندان خود را ببیند. با توافقی که با همسر قبلی خود کرده، او مجاز است هفته یک بار آنها را ببیند. هادی و همسرش در طول روز فقط یک وعده غذا می‌خورند، آن هم بیرون از منزل. به اعتراف خودشان آشپزخانه آنها 6 ماه است که هست نخورده باقی مانده است. امروز که چند ساعت زودتر برای صرف غذا می‌روند، همسرش به شدت تعجب کرده است. هادی باید بلافاصله بعد از صرف غذا همسرش را به مغازه نانوایی برساند و خودش به سراغ شغل بعدی برود.
مقصدمون کجاست؟ الان با عزتون میریم من از شرکتی که باشون کار میکنن جنس بگیرم. بعد از اونم 2 تا آنتن ماهواره‌ای هست که یکیشون رو نصب میکنیم برای خانواده ایرانی، یکیش هم خانواده عربه. حالا اینجا رو ما باید بریم بازدید بکنیم که ببینیم کجا باید نصب بشه، چقدر مخارجش میشه. اینا رو کتبی بهشون اعلام میکنیم، بعد از اخذ رضایت صاحبخونه آنتن نصب میشه. فکر می‌کنم اینجاست. الان می‌خوایم بده. ساختمون خیلی قدیمیه. اینجا باید حسابی محکم کاری کرد. اغلب مهاجرین در آلمان در خانه‌های بسیار قدیمی زندگی می‌کنند. خانه‌هایی با سقف‌های شیروانی که نصب آنتن ماهواره و روی آنها هم مشکل است و هم خطرناک. به همین دلیل رونق نصب آنتن برای اشخاصی چون هادی در این اماکن بسیار داغ است. به گفته خودش حداقل روزی 2 مورد نصب آنتن دارد. Weil dieser hat auch Zugang zu deiner Wohnung. Ja. Dann von einer von diesen Löchern schicken wir das Kabel. Gut. Und da haben wir Sender und Empfänger. Wir finden, wo ist in deinem Zimmer dieses gleiche Loch. Ja. Ein Loch und dann mit Kabel ziehen wir rein. Das ist, technisch ist es einfach möglich. Gut, gut. Nun müssen wir sehen, wie stabil ist es hier. Bitte Entschuldigung, so lange gedauert, aber ich bin schon fertig. امشب هادی پس از نصب آنتن در منزل مهاجر ایرانی و رسیدگی به امور جاری نانوایی قرار است از ساعت 10 تا 12 شب به شغل بعدی خود بپردازد که ما قادر به تصویر برداری از آن نیستیم. و اکثر شبها به ویژه ایام تعطیلات به عنوان تصویر بردار مجالس از قبیل میهمانی‌های خانوادگی، جشن تولد و عروسی کار می‌کند. امشب نیز جشن تولدی است در یک خانواده ترک. پس در واقع فقط میتونی کارت بگی یه مقدار عقب جلو کنی، کمش که میتونی بکنی. نه متاسفانه زیاد میشه که خلوت داری برای خودت. چه نوع خلوتی یعنی؟ نمیدونم خودت باشی روی آدمایی وقتی نیاز دارن. نه متاسفانه خیلی خیلی کم. احساس نیاز نمی‌کنی یا وقتشو نداری؟ وقتشو ندارم. چون وقتشو ندارم که اصلا بهش فکر بکنم که میتونم وقت داشته باشم یا نه. یعنی اون وقت فکر کردنم دیگه متاسفانه سلب شده. نیازمند به این همه دویدن هستی یا نه یه جور عادته؟ میتونم بگم عادت، نه مجبور نیستم. چون راستش بخواین درآمدی که دارم من از این 2 تا شرکت برای من و خانومم کافیه. درآمد دیگه احتیاجی نداشتیم راستش بخواین. کامران هیچ کمبودی در زندگی احساس نمی کند. تنها آرزوی او بازگشت به میهن است. بارها قصد داشته برای بررسی موقعیت شغلی به ایران سفر کند، ولی همیشه با هشدار اطرافیان منصرف شده تا اینکه
اینجا آدم یه چیزای چپ راست میشنوه که میری ایران میگیرن اذیت میکنن از این حرفا اینا. من راستش بخوام اینا یکم میترسون بالاخره بره نره. خلاصه یه زمانی میرسه، شما هم جای من بودید، یه زمانی میرسه دیگه آدم به اینجاش میرسه بابا دیگه بس دیگه ببینیم جدا چرا اگه گرفتن دیگه. حالا چی بود که حالا همون دوست داشتی بری تو ایران؟ آره. خیلی چیزا، یه چیز نیست اونجا هم ساختمون رو خیلی نه یه چیزی هست اصلا. تا روزی رسید که نکته که شما فرمودین به اونجا میرسم که دیگه برام جدا یعنی اهمیت نداشت. گفتم خب خیلی معذرت میخوام اگرم برم و نمیدونم بگیرنم بکشنم تو مملکتم بکشنم، من میخوام یه چیزی بشه میخوام برم اون مملکتم ببینم. دیگه جدا آدم اشباع میشه، یه جایی میرسه که دیگه بابا اینا اصلا این همه زرق و برق نمیبینه، مثل کور، اصلا برای من دیگه اهمیت نداشت اینجا. ولی وقتی رسیدم درست برعکس اونایی که شنیده بودم در اومد. دیده بودم که نه، دفعه اول دارم میرم. یک استقبال خیلی گرمی از من شد، هم از طرف خانوادم، هم همینجوری که رسیدم اون آقایی هم که پاسپورت رو کنترل میکرد یک سرگردی بود، متاسفانه اسم فامیلش یادم رفت، من یادداشت کرده بودم که خیلی همینجوری پرسیدم اسمشون رو، ایشون هم به من گفتن که پاسپورتم رو کنترل کردن. گفتن اینجوری که نگاه میکنه، نگاهی کرد و گفتش که جناب شما دفعه آخر که ایران بودید خروجتون؟ گفتم 23 سال پیش. یک دفعه دیگه نگاه کرد و از جاش بلند شد. بعدش من تا ایشون از جاش بلند شدن گفتم دیگه مثل اینکه کارا خوب نیست. بعدش ایشون بلند شد نزدیک هم شده گفتش که فقط یک سوالی از شما دارم. گفتم بفرمایید. البته خودم هم دارم میلرزم، یه مقداری ترس دارم. گفتش که فقط به من شما بگید 23 سال رو چجوری تونستید دووم بیارید؟ والا منو میگید من یخ زدم. گفتم والا جوابتون نمیتونم بدم، فقط کسی شاید خودش این مرحله زندگی رو داشته باشه میتونه حس کنه، ولی نمیدونم دو تا کلمه رو نمیدونم تو جمله‌ای بریزه و بگه من اینجوری بود. خلاصه بعدن گفتن که خیلی خوش اومدی به وطنت اینا. من جدا دیگه چشمام پر اشک بود و پاسپورتم رو دادن و بنده تمام پاسپورت کنترلم اینا شاید بهتون بگم 2 دقیقه نکشید.